خب بچه ها میخوایم یکم تخصصی تر در مورد شیمی صحبت کنیم. حالا ما تو جلسه قبل در مورد وژرها، نحوه پیدایش عناصر صحبت کردیم. اونجا هم دیدیم که قبل از اینکه عنصر به وجود بیاد باید ذرات زیراتمی به نام الکترون، پروتون و نوترون رو حتما داشته باشیم که بتونیم این عنصرها رو به وجود بیاریم. امروز میخوایم در مورد این ذرات حالا صحبت کنیم و خب باشون آشنا بشیم، ببینیم چه سوالاتی رو ممکنه ازشون ببینیم. خب آقا، این ذرات زیر اتمی چند تا بودن؟ 3 تا به نام پروتون، نوترون و جناب الکترون. آقا محلشون کجاست؟ کجای اتمن؟ پروتون درون هسته است، نوترون درون هسته است، الکترون اطراف هسته است، در لایه های اتمه. حالا جرمشون چقدر؟ پروتون 1.2073، نوترون 1.2087، الکترون هم 0.5. باری که ما بهشون نسبت میگیم بار نسبیشون چیه؟ پروتون مثبت 1، نوترون بار نداره، خنثاست، الکترون هم -1. درسته؟ اگه بهمون بگه مثلا جرم تقریبی، هم دیگه اون ممیزه رو شما مثلا بذار کنار دیگه ها، بنویسیم جرم تقریبی. اون وقت میشه این 1 و ایشون هم میشه 1 و ایشون میشه 0. نمادشون چجوریه؟ برای پروتون از پروتون 1 مثبت یا همون مثبت 1 با 1 استفاده میکنیم. این 1 بالایی بچه‌ها نشان دهنده جرم، مثبت 1 پایینی نشان دهنده چیه؟ باره، داره بار من نشون میده. برای نوترون جرمش تقریب 1 بار نداره. برای الکترون جرمش تقریبا 0 و بارش -1. تو سوالات ممکنه جایی داره عوض کنه که اون موقع جواب یا اون عبارت اشتباه خواهد بود. حواستون محل اینا باشه. من میخوام یه مقایسه جرم انجام بدم برای هیدروژن و این 3 تا ذره. هیدروژن من جرمشون پایین مینویسم 1.2008، یعنی نوترون 7/10000 از جناب هیدروژن چیه بچه ها؟ سنگین تره، که میشه 1.2087. بعدش جناب پروتون 1.2073 و از همه سبکتر کی میشه؟ الکترون که 0.5. حواستون باشه که یه دونه ذره زیراتمی به نام نوترون جرمش از یک عنصر به نام هیدروژن بیشتره. یا من معمولا دیدم که میاد میگه جرم پروتون تقسیم بر جرم الکترون چند میشه؟ خب جرم پروتون 1.2073 تقسیم بر این عدد 0.5. خب چند میشه بچه ها؟ تقریبا میشه 2014/6. یا بیاد بهتون بگه آقا جرم نوترون به الکترون چند، اون وقت میشه 1.2087 به روی 5000. من تو ماشین حساب میزنم 1.2087 تقسیم بر 5000، این هم تقریبا میشه 2017/4 که خب میتونی اینا رو حالا تو امتحان هم با ماشین حساب بزنی، حالا تستی باشه دیگه خودت باید حساب کنی دیگه. و این در مورد این ذرات و اینا. اما خب من چجوری میتونم این ذرات رو برای یک اتم یا عنصر حسابش کنم؟ میگم بیا یه مطلبت بگم. ما معمولا نماد عنصری که تو جدول میبینیم از بین اون 118 عنصر یا یک حرفی اون نماده یا نمادمون چیه بچه ها؟ 2 حرفیه. اگه یک حرفی بود که شما اونو با حرف بزرگ نمایش میدید. اگه هم 2 حرفی بود حرف اول بزرگ، مثل این صفحه تایپ
گوشه تلفن همراهتون. حرف دوم کوچک خواهد بود. درست؟ مثلا برای یک حرفی ها شما میتونید نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن در نظر بگیرید. برای دو حرفی ها مثلا سدیم، مثلا منیزیم، حرف اول بزرگ، حرف دوم کوچیکه. حالا شما یکی از این عناصر رو در نظر بگیر، مثلا سدیم. در 4 گوشه این نماد که من با مربع براتون مشخص میکنم اعدادی رو قرار میدم برامون و هر کدوم از این اعداد معنا و مفهوم خاصی رو دارن. مثلا عدد سمت چپ و پایین اصطلاحاً بهش میگیم عدد اتمی. عدد اتمی رو با زد نشون میدیم. عدد اتمی یا زد، سمت چپ پایین. این نشان دهنده تعداد پروتونه. خب یعنی من میتونم بگم زد همون کیه بچه‌ها؟ پی. عدد سمت چپ و بالا بهش میگن عدد جرمی. عدد جرمی رو با آ نشون میدیم. آقا جرم اتم به خاطر کدوم ذرات بود؟ پروتون و نوترون. پس عدد جرمی حاصل جمع 2 تا ذره به نام پروتون نوترونه، چون الکترون جرمش نزدیک به چی بود؟ 0 بود. سمت راست بالا نشان دهنده باره. حالا بار ممکنه مثبت باشه، منفی باشه یا هیچی نباشه. اگه بار مثبت باشه بهش میگیم یون مثبت یا کاتیون. بار منفی باشه میگیم یون منفی یا آنیون. صفرم باشه که هیچی نمینویسی میگیم خنثاست. اگه کاتیون باشه مثبت زیاده دیگه ها، الکترونت منفی بود، پروتونت مثبت بود. اگه مثبت حتما پروتون بیشتره، اما نه اینکه پروتون اضافه شده، نه برعکس، الکترون از دست داده که عمدتا میتونه چی باشه بچه‌ها؟ فلز باشه. پس وقتی بار مثبت است یعنی مثبت ها ثابت موندن، پروتون مثبته، این الکترون است که کم شده. خب چرا پروتون نمیتونه اضافه بشه؟ میگه من پروتون سنگینه، در مرکز اتمه، بعد اصلا پروتون تغییر کنه اتم عوض میشه. این الکترونه که هم سبکه و هم بیرونی ترین بخش اتمه، راحت میتونه به خاطر سبکی و بیرونی ترین بودن هی کم یا زیاد بشه یا تغییر کنه. آنیون باشه منفی ها بیشترن، یعنی الکترون ها بیشترن، یعنی ایشون الکترون چیکار کرده؟ گرفته. معمولا کیا الکترون میگیرن؟ نافلزا. اگه هم خنثی باشه یعنی الکترون با پروتون برابره. ممکنه فلز خنثی باشه، ممکنه نافلز خنثی باشه، ممکنه شبه فلز خنثی باشه. بچه‌ها ببینید وقتی من میگم خنثی الکترون با پروتون برابره، میتونم بیام بگم در اتم خنثی علاوه بر این که عدد اتمی پروتون رو نشون میده، داره نوترون هم برای الکترون هم برای من نشون میده. یعنی عدد اتمی پروتون و الکترون با هم برابرن. عدد آخر سمت راست و پایین نشان دهنده تعداد اتمه. مثلا وقتی ما می نویسیم O3 یعنی 3 تا اتم اکسیژن داریم اینجا. پس داره برای من تعداد نشون میده. خب حالا این به چه درد من میخوره؟ بریم با مثال براتون بگم. شما فرض کن میگه در همان جناب سدیم، ناتریوم 2311، اسم لاتین سدیم ناتریومه، نمادش هم از روی نام لاتین گفتن. میگه برای من پروتون، نوترون و الکترون رو مشخص کن. شما برای پروتون دیگه نیاز نیست به خودت زحمت بدی، پروتون همون زده، زدم اینجا عدد 11. برای نوترون باید بگی عدد جرمی منهای عدد اتمی، یا میتونم نمادش رو بگم دیگه، آیه منهای زد. عدد جرمی من در سدیم 23 منهای عدد اتمی 11 حاصل میشه چی بچه‌ها؟ 12 تا نوترون داره. برای الکترون میگیم زد یا همان پروتون یا همان عدد اتمی منهای تعداد بار با علامتش. خب
حالا زد من اینجا چیه؟ 11. چون دیگه بار نداره خود 11 میشه. یا مثلا شما بگیر کلسیوم 40-20 با 2 تا بار مثبت، پروتون، نوترون، الکترون میخوام پیدا کنم. پروتون چی میشه بچه‌ها؟ همون 20. نوترون 40 منهای 20 چنده؟ بازم 20. الکترون پروتون 20 منهای بار با علامت میشه 20 منهای چند؟ 20 منهای چند بچه‌ها؟ 2 میشه 18. یه منفی هم مثال بزنیم دیگه. مثلا فسفر 16 15 با 3 بار منفی. پروتونش چنده؟ آفرین 15. نوترون من عدد جمعیش اشتباه نوشتم، عدد جمعیش 31. اصلاح کنم، عدد جمعی فسفر 31. خب 31 منهای 15 میشه چند؟ 16 تا نوترون داره. الکترونش هم پروتون من که 15 منهای بار با علامت، اون منها مال اولین منها که مال فرموله است، اون منهایی هم که بغل 3 گذاشتم مال بارشه. خب منفی در منفی میشه مثبت، 15 به اضافه 3 18. پس ببین وقتی بار منفیه یعنی الکترون گرفته، الکتروناش داره زیاد میشه. وقتی بار مثبت یعنی الکترون داده، الکتروناش کم میشه. درسته؟ حواست به این نکته باشه. توی این 3 تا مثالی که من براتون گفتم، توی کلسیوم که پروتون 20 بود و نوترون هم 20 بود، یعنی برابر بودن پروتون با نوترون. اما توی فسفر و سدیم نوترون بیشتره. یه عنصری هم دارم من اینجا می نویسم، هیدروژن 1 و 1، اولین عنصر جدول. پروتونش 1، نوترون هم بخوای حساب کنی 1 منهای 1 چند میشه؟ 0. تنها عنصر جدول دوره‌ای است که نوترون ندارد. الکترونش هم چون خنثی‌ست همون میشه 1. درست؟ منتها حواست باشه اگه هیدروژن 1 و 1 مثبت بود، باز پروتون که 1، نوترون که باز 1 منهای 1 0. الکترون الان 1 منهای بار با علامت که باز همون 1 میشه 0. یعنی هیدروژن 1 و 1 نوترون هم نداره، الکترون هم نداره، فقط چی داره؟ پروتون. به همین خاطر ما به اچ مثبت پروتون هم میگیم، چون پنها ذره‌ای که درش مانده است پروتون. درسته بچه‌ها؟ 2 تا نکته اون بالا گفتم، بریم با هم بخونیم. میگه به جز هیدروژن 1 و 1 در همه اتم‌های دیگر تعداد نوترون ها یا برابره یا بیشتر از پروتون هاست. یعنی نوترون یا بزرگتر یا مساوی پروتونه. منتها به جز هیدروژن 1 و 1 که ایشون نوترون نداره نوترون نداره. چون نوترون نداره در هیدروژن 1 و 1 پروتون بیشتر از نوترون شده، چون پروتونش 1 نوترونش 0. اختلاف عدد جمعی یا عدد اتمی یا همان آی منهای زد همواره نشان دهنده چیه؟ تعداد نوترون. منتها به جز هیدروژن 1 و 1 یا همان هیدروژن معمولی که نوترون نداره. درسته؟ اما از این ذرات زیراتمی الکترون، پروتون، نوترون چجوری برای ما سوال میاد؟ بریم بررسی کنیم. خب توی سوال اول گفته جدول رو کامل کن. شما اگه دقت کنید داره میگه تعداد پروتون، نوترون و الکترون ها و همچنین عدد جمعی رو برای من مشخص کن. خب تعداد پروتون در CD 48 112 دو مثبت چنده بچه‌ها؟ 48، همون عدد سمت چپ و پایین. تعداد نوترون بخوام پیدا کنم باید بگم 112 منهای 48 چند میشه بچه‌ها؟ من تو ماشه حساب میزنم 112 منهای 48 میشه 64. یعنی تعداد نوترون در ایشون میشه 64. تعداد الکترون پروتون بود 48 منهای بار با علامت که اون وقت میشه چقدر؟ 46 تا. عدد جمعی هم که همون 112 دیگه مشخصه. توی سلنیوم 7934 دوباره منفی، پروتونش میشه 34 تا،
نوترون هم که باید بگی 79 منهای 34، بزنیم 79 منهای 34 که میشه 45 تا نوترون داره. تعداد الکترونش هم که 34 منهای 2 میشه چقدر بچه‌ها؟ 36. منفی در منفی مثبت میشه. عدد جمعیش هم که 34 تاست. اینجا گفته شما نماد رو کامل کن. ببین FES مثبت عدد جمعیش و عدد اتمی رو نداده. خب عدد جمعی رو اینجا خودش نوشته 59، من می‌نویسم 59. عدد اتمی همون پروتون گفته 26. خب حالا تعداد نوترون میشه 59 منهای 26 میشه 33 تا ایشون نوترون دارن. الکترونش هم که 26 منهای مثبت 3 که میشه 26 منهای 3 میشه 23. در کادمیم 48 تکراری بچه‌ها، اینو تکراری نوشتیم دیگه. البته نه ایشون حالا اشتباهه، من اینو خط میزنم، این حالا درست نیست، خط میزنم اینو و بریم بروم رو بزنیم. حالا با هم بروم عدد جمعیش 81 نوشته، من اینجا بنویسم 81. بعد تعداد پروتون میشه 35، نوترون هم که میشه 81 منهای 35، 81 منهای 35 میشه 46. تعداد نوترون 46. الکترون هم چون خنثاست همون 35 میشه. برای پی بی عدد جمعی گفته 208، من بالا می نویسم. تعداد الکترون داده ولی پروتون رو نداده. درسته بچه‌ها؟ من میتونم از فرمول الکترون پروتون منهای بار با علامت استفاده کنم. الکترون گفته 78، پروتون نمیدونیم، منهای بار با علامت که میشه همون منهای 4. حالا شما 4 رو ببری اینور، پروتونش چند میشه بچه‌ها؟ 82. حالا منهای 4 بره سمت چپ میشه مثبت 4، مثبت 4 با 78 میشه 82. یعنی پروتون من 82. حالا نوترون هم بخوام پیدا کنم باید بگم 208 منهای 82 میشه 126. در جیوه تعداد پروتون 80، تعداد نوترون میشه 200 منهای 80 120 در میاد. آقا عدد جرمی هم که خب چنده؟ 200. این بارش رو اینجا برای من جای خالی داده. خب بارش رو باید بنویسم. آقا ایشون پروتونش 80، الکترونش دقت کن به این دوتا 78. یعنی الکترون دوتا کمتره دیگه ها. اون وقت میشه چند مثبت؟ دو تا کمه، چون کمه میگیم از دست داده دیگه، میشه 2 مثبت. برای آی یود عدد جمعی 127، عدد اتمی 53 داده. بعد بار و تعداد الکترون نوترون رو نمیدونم، بارش مشخصه دیگه. ببین 53 تا پروتون داره، 54 تا الکترون یه دونه بیشتره میشه 1 بار منفی. نوترون هم بخوام حساب کنم باید بگم 127 منهای 53 میشه 74. این یه تمرینی بود برای پیدا کردن تعداد پروتون، نوترون، الکترون، یا همون اینا رو پیاده کنیم چجوری روی نماد و اینا. خب اما بریم سر وقت سوالاتی که بیشتر مسئله هستن. میگه اگه یون x2 مثبت دارای 121 تا نوترون و 78 تا الکترون باشه، عدد اتمی و عدد جرمیشو برای من حساب کن. ببین عدد اتمی همون Z یا تعداد پروتونه. عدد جرمی که نمادش A بود حاصل جمع پروتون و نوترونه. شما اینجا تعداد الکترون داری، تعداد نوترون هم داری، نوترون 121 تا الکترون 78. شما پروتون نداری. خب شما از خود فرمول الکترون استفاده کن. پروتون منهای تعداد بار با علامتی که داره، با علامت اینجوری بنویسیم، علامت. الکترون 78 درسته، مساویس با پروتون نمیدونم، بارش هم که مثبت 2 در منفی میشه همون 2. خب اینجا پروتون چند میاد بچه؟ 80. پس ایشون x 80اند. بخوام عدد جمعی هم پیدا کنم، آ رو پیدا کنم، باید بگم 80 به اضافه 78 تا نوترونی که خودش گفته چند میشه؟ 158 تا ایشون عدد جمعی میشه. حالا 2 مثبت هم گفته که می نویسیم. پس میشه 158 عدد جرمیش، 80 میشه تعداد پروتونش.
سوال بعدی میگه اگه تفاوت تعداد پروتون نوترون در اتم ای با عدد جمعی 79 و عدد اتمی Z 9 باشه. آقا وقتی میگه تفاوت نوترون با ارزم به خدمت شما پروتون، شما باید بنویسی n منهای پی. اگه بنویسی پی منهای n غلطه. چرا؟ چون آقا شما باید از عدد بزرگتر کم کنی دیگه. پروتون بزرگتر از نوترون نیست که، این نوترونه که بزرگتره و همین خاطر شما باید بنویسی n منهای پی. n منهای پی 9. پس من این پایینی رو پاک میکنم دیگه، پی منهای n اشتباهه. خب این همون اختلاف نوترون پروتون که گفته بود 9. بعد میگه عدد اتمی رو برام پیدا کن. خب آقا این 79 چیه اینجا گفته؟ عدد جرمیه. عدد جرمی حاصل جمع پروتون با نوترونه که میشه چقدر بچه‌ها؟ 79. پس آقا اختلافشون 9، جمعشون 79. شما اگه این دوتا رو بیاید دستگاه، حالا به صورت دستگاه حل کنی، این رو جمع بزنی، نوترون ها میمونه، پروتون هست میشه. خب این نشد جواب، که من میخوام به پروتون یا همان عدد اتمی برسم. میگم شما این عبارت کوچیک رو در یک منفی ضرب کن. n منهای پی که 9 توی منفی ضرب کن، میشه منهای n به اضافه پی منهای 9. درسته؟ منهای n با مثبت n هست میشه، پی با پی میشه 2 تا پی. 79 منهای 9 هم میشه 70. خب پی اینجا تقسیم بر 2 بشه چند میشه؟ 35. یعنی عدد اتمی ایشون چنده؟ 35. درسته؟ این راحت ترین راه در تشکیل دستگاهه. اوکی تا اینجا؟ یه روش تستی هم براش دارم، اینجا می‌نویسم روش تستی. اگه میخوای زد رو پیدا کنی، بگو عدد جرمی منهای اختلاف n و p که خودش میده بهت، نوترون و پروتونی که داده، تقسیم بر 2. خب عدد جرمی شما چند بود؟ 79 منهای 9 دوم که میشه همون 35 دیگه. عدد جرمی 79، اختلاف هم که 9 تقسیم بر 2. توی این حالت شما دیگه میتونی ذهنی جواب بدی، منتها برای تشریحی قبول نمیکنه ها. شما باید برای تشریحی همین دستگاه بری دیگه، سمت چپ رو باید بری. سوال بعدی میگه اگه مجموع و تفاوت نوترون و پروتون درون هسته به ترتیب 240 باشه، یعنی این عدد جرمی منه، پروتون با نوترون، بعد ایشون هم اختلافشه دیگه n منهای پی. میگه عدد اتمی و عدد جرمی رو به دست بیارید. خب عدد جرمی که 200 دیگه، خودت دادی دیگه. بعد حالا ما میخوایم عدد اتمی رو پیدا کنیم. این درون هستم چی؟ همون پروتون نوترونه. من یادم رفت بهتون توضیح بدم، پروتون نوترونه. خب اگه تستیشو برم که خیلی آسونه دیگه ها، باید بگم همون 200 منهای 40 تقسیم بر 2، 160 دوم 80. این تستیش. حالا بریم تشریحیشو بگیم برای امتحان داخل مدرسه و نهایی. خب آقا پروتون با نوترون خودش گفته 200، بعد نوترون منهای پروتون هم گفته 40. ما میخوایم دستگاه بزنیم، باید یکیشو ضرب در منفی کنیم. من این کوچیکه رو در منفی ضرب میکنم، منفی مثبت منفی. نوترون هست میشه 2 تا پروتون 160. پروتون چند میاد بچه‌ها؟ 160 دوم 80. اوکیه؟ زیاد سخت نیست، یکم دقت و تمرین میخواد تا کامل مسلط بشی. بریم سوال بعدی که یکم چالشی تر نسبت به این سوال. میگه در اتم X مجموع شمار کل ذرات زیر اتمی 96، یعنی پروتون و نوترون و الکترون روی هم 96. درسته؟ گفته اتم خنثاست بچه‌ها. خنثا باشه پروتون با الکترون چیه بچه‌ها؟ برابره. یعنی شما میتونی این ای رو برداری به جاش پی بنویسی ها، اینجوری بشه دیگه ها، پی به اضافه n به اضافه پی 96. به جای ای نوشتم پی. و نسبت شمار نوترون به پروتون درون هسته برابر 1 و 2. یعنی چی؟ یعنی نوترون 1.2 برابر پروتون. باز الان میتونم نوترون رو بردارم به جاش بنویسم 1.2 پروتون. این کار انجام بدم، میشه پروتون به اضافه 1.2 پروتون به اضافه پروتون شده 96.
جمع بزنی میشه 3.2 پروتون شده 96. حالا این عدد 96 تقسیم بر 3·2 میشه 30. یعنی پروتون من 30. حالا گفته نماد رو پیدا کن، درسته؟ حالا این x رو می نویسم، پروتونش که 30. حالا من باید نوترونش هم پیدا کنم که بشه عدد جرمی. نوترونش از اینجا پیدا میکنم، میگم نوترون 1.2 برابر 30. 30 ضرب در 1.2 فکر کنم بچه‌ها میشه 36. نه، نوترونش هم 36. بخوام عدد جرمی که حاصل جمع پروتون نوترون رو پیدا کنم میشه 30 به اضافه 36 که میشه 66 عدد جرمی منه. 1.2 ضرب در چند بود بچه‌ها؟ 30. بله 36. پس عدد جرمیش هم شد 66 دیگه. 30 با 36. این هم یک سوال دیگه. سوال بعدی، اگر تفاوت نوترون الکترون در یون 158 زد 3 مثبت برابر 33 باشه، عدد اتمی و تعداد الکترون ها رو میخواد. خب آقا تفاوت نوترون و الکترون گفته چنده بچه‌ها؟ 33. بنویسیم n منهای e 33. بعد این هم که 158 که میبینید میشه جمعشون ها، جمع نوترون با پروتون. بعد ببینیم چجوری میتونیم دستگاه بزنیم. ببین اگه بخوای تشریحی بری که خب باید بگی n به اضافه p من 158، بعد n منهای e هم 33. شما اینجا 3 تا مجهول داریم، یعنی هم نوترون هم پروتون هم الکترون مجهول. مجبوری یه تغییر متغیری بدی. حالا چه جوری؟ ببین شما میتونید الکترون رو پیدا کنی. الکترون پروتون منهای بار با علامت که میشه پی منهای 3. اینو دارم. بیام به جای ای جایگذاری کنم پی منهای سی، بنویسم n منهای، به جای ای بنویسم پی منهای 3. مساوی شده چقدر؟ 33. حالا این منفی رو در پی و منهای 3 تاثیر بدم، میشه n منهای پی مثبت 3 میشه 33. بعد این 3 هم ببریم اینور دیگه، بشه n منهای پی مساوی است با سی. حالا منهای 3 بره اونور، البته مثبت 3 بره اونور میشه منهای سی، کم بشه میشه سی. حالا یه دونه عبارت اینو دارم، یه عبارت هم همون عدد جرمی میارم اینجا دستگاه میزنم. n منهای پی میشه 158 به اضافه پی. n منهای پی هم که میشه چقدر؟ سی. باز مثل سوالات قبلی یکیشو در منفی ضرب میکنم، مثلا میشه منفی، این میشه مثبت، این هم میشه منفی. n ها حذف میشن، میشه 2 تا پی مساوی است با 128. بعد پی چند میاد بچه‌ها؟ نصف 128 میشه 64 که این میشه عدد اتمیش و تعداد الکتروناش هم میخواد. خب تعداد الکترون هم باید 3 تا کم کنم دیگه ها. حالا اینجا هم بخوام الکترون پیدا کنم پی منهای 3 میشه، الکترون میشه 64 منهای 3، الکترون میشه 61. این روش تشریحیش. یه روش تستی هم دارم، میگم Z یا همان عدد اتمی مساوی است با A منهای اختلاف N و E نوترون الکترون، درسته، به اضافه تعداد بار با علامت، چون اختلاف نوترون الکترون گفته بارم باید تاثیر بدی، تقسیم بر 2. Z مساوی است با عدد جرمی که 158، اختلافم 33 به اضافه بار با علامت میشه همون مثبت 3 دوم. حالا منهای 33 با مثبت 3 میشه منهای 30. منهای 30 و مثبت 158 میشه 128 دوم که همون میشه 64. اینم فرمول تستیش دیگه. نمیخواد دستگاه مسگاه بزنیم، منتها بستگی داره که تو تشریحت نمره بدن که خب معمولا نمیدن. شما باید تشریح باید سمت چپ رو بری، برای گلمچی و تست و اینا سمت راست رو استفاده میکنی. سوال بعدی میگه اگر مجموع الکترون پروتون در x3 مثبت 49 باشه، یعنی پروتون و الکترون روی هم شدن چقدر؟ 49 تا. و تعداد نوتروناش هم 31، نش هم 31. به من میگه عدد اتمی و عدد جرمی رو حساب کن. خب عدد اتمی Z، عدد جرمی هم جمع پروتون نوترون.
ببین تو میتونی یه کاری انجام بدی. این فرمول الکترون همیشه برای من راهگشاست. الکترون میگفتیم پروتون منهای بار با علامت دیگه، درسته؟ الکترون رو مینویسم، پروتون که نمیدونم چنده، درسته؟ بارشم حالا مثبت 3 میشه، اینجوری میشه پی منهای 3. بیا در این رابطه به جای ای بنویسیم پی منهای 3 مساوی 49. منهای 3 رو ببر این ور، میشه 2 تا پی مساوی است با 52. پی چند میاد بچه ها؟ 26. 52 دوم 26، یعنی عنصر ایکس شما که 3 مثبته عدد اتمیش 26. حالا میخوای عدد جمعی هم به دست بیاری که خب باید بگی پروتون به اضافه نوترون. پروتونش خودش البته ما به دست آوردیم 26، نوترون هم گفته بود 31 به اضافه 31 میشه 50 و چند بچه‌ها؟ 7. اینجا هم نمی‌نویسم 57، نمادش اصلا کلا نوشتم عدد جمعی 57 و عدد اتمی 26 با 3 بار مثبت. سوال بعدی میگه یون ایکس منفی 79 تا الکترون داره. همین باز فرمول الکترون کمک میکنه. پروتون منهای بار که میشه اینجا چی؟ مثبت 1، چون یه منها تو فرمول داشتیم، یه دم بار خودش که منفی داره. خب 79 مساوی است با پی به اضافه 1. پی چند میاد بچه‌ها؟ چند؟ 78. یعنی خیلی راحت فهمیدم پروتونش 78. تعداد نوترون هاش 1.5 برابر پروتون هاست، یعنی نوترون مساوی است با 1.5 تا پروتون، درسته؟ میگه عدد جرمی و عدد اتمی رو به دست بیار. آسون شد که نوترون مساوی است با 1.5 ضرب در 78. خب به جای پروتون 78 نوشتم، 1.5 ضرب در 78 میشه 117. یعنی عدد اتمی شد چند بچه‌ها؟ 117. عدد جمعی هم که میخوای پیدا کنی آ مساوی است با پروتون به اضافه نوترون. پروتون 78، درسته؟ البته من عدد آره دیگه، آره البته از میخوام اینو من اصلاح کنم. این 117 تعدادی چی بود بچه‌ها؟ 117 تعداد نوترون بود. خب من اشتباهم برای عدد اتمی نوشتم، این اصلاح کنم. این 117 که آوردم تعداد نوترونه، بعد عدد اتمی رو که اصلا آوردیم 78 همون تعداد پروتون. حالا عدد جرمی من اینو میخوام پیدا کنم، حاصل جمع پروتون و نوترونه. پروتون 78، 117 تا هم نوترون شد بچه‌ها، درسته؟ جمع بزنیم با 78 میشه 195 عدد جرمی. این شد عدد جرمی. یه لحظه اونجا اشتباه محاسباتی داشتیم. سوال بعدی میگه عدد جرمی عنصر X 179 از رابطه A مساوی است با 2 تا ضد به اضافه 39 پیروی میکنه. شما برای من عدد اتمی و نوترون حساب کن. خب بابا این خود 199 کیه؟ همون آیه دیگه. جایگذاری کن تو فرمول. اینجا اصلا جایگذاری میکنم. 197 مساوی است با 2 تا زد به اضافه 39. 39 بیاریم بر 197 منهای 39 مساوی 2 تا زده. کم کنیم دیگه، 197 منهای 39 میشه 158. 158 2 تا زده. خب تقسیم من دوش میکنم 79. زد یا عدد اتمی من 79. خیلی آسون. 79. نوترون هم میخوام. آقا ما وقتی میخواستیم نوترون پیدا کنیم چجوری پیدا میکردیم؟ آ منهای زد. آ که 197، زدم که 79 چند میاد؟ 118 تا. 118 تا نوترون داره. اوکیه؟ یعنی نمیخواد برای خود سختش کنی، اینا خیلی آسونن، فقط باید این روابط و ذرات رو آشنا باشی باش. سوال شبیه باز مثل سوال قبلی میگه اگه در x 4 مثبت عدد جمعی از این رابطه پیروی کنه، منتها اینجا نگفته دیگه عدد جمعی چند، مجموع نوترون الکترون هم 204، یعنی n به اضافه ای چنده؟ 204. آقا n به اضافه به درد من نمیخوره که. اگه n به اضافه p بود یه چیزی، خب بیا تبدیل کنیم دیگه ها، بیا الکترون رو تبدیلش کنیم.
الکترون پروتون منهای بار با علامت که میشه پی منهای 4. حالا شما توی n به اضافه ای که شده 204 ای رو عوض کن. n به اضافه به جای ای می نویسم پی منهای 4 مساوی 204. حالا n به اضافه پی این منهای 4 رو ببر این ور. خب با 204 جمع میشه 208. این میشه برای من عدد چی؟ جرمی. حالا بیا اینجا جایگذاری کن. بگو 208 مساوی است با 2 تا زد به اضافه 44. 208 منهای 44 میشه 2 تا چی بچه‌ها؟ زد. بگیم 208 منهای 44 میشه 164. 164 2 تا زده. زد چند میشه بچه‌ها؟ 82. عدد اتمیش 82. خب گفته عدد اتمی به دست آوردیم. اگه بارش هم که میخواست 4 تا کم میکردیم میشد 78. درسته؟ سوال بعدی چالشیه. اگر تعداد نوترون ها و همچنین تعداد الکترون ها در دو یون آی منفی و بی 56 سه مثبت با هم برابر باشد، عدد جرمی آ رو برای من پیدا کن. ببین میگه الکترون های آ با الکترون های بی برابره. مونتا شما الکترون اینو برام پیدا کن. میشه پی منهای بار با علامت میشه پی به اضافه 1. درسته؟ خب پی منهای 1 میشه مثبت 1. برای ایشون هم بخوام الکترون پیدا کنم باید بگم پی منهای بار با علامت که میشه منهای 3. منتها ایشون الکترون بی، پروتون بی، الکترون آ، پروتون آ هست. میگه برابره. خب منم برابر میذارم اینجا براتون. الکترون آ میشه پی بی منهای 3 مساوی است با پی آ به اضافه 1. اگه بخوام پی ها رو یک سمت جمع کنم میتونم بگم پی ب منهای پی آ مساوی است با منهای 3 هم بیارم این و جمع میشه مثبت 4. یه دونه عبارت اینجا من به دست آوردم. اختلاف پروتون بی با پروتون آ 4. بعد گفته نوتروناش هم با هم برابره. یعنی n آ مساوی n چیه بچه‌ها؟ بیه. خب اگه بخوام نوترون بی رو پیدا کنم باید بگم 56 منهای پی چی بچه‌ها؟ ب. یعنی عدد جرمی منهای عدد اتمی که نمیدونم چند. برای نوترون ارزم به خدمت شما آ هم باید بنویسم عدد جرمی آ منهای پروتون های آ. بعد گفته این نوترونا با هم برابرم. من اینجا برابر میذارم. ببینید بچه‌ها به جای n آ خب می نویسم عدد جرمی آ منهای پروتون های آ مساوی است با برای نوترون بی هم می نویسم 56 منهای پروتون بی. درسته؟ میام چیکار میکنم؟ من میخوام پروتون ها رو همه رو بیارم سمت چپ. خب مثلا پی بی رو بیارم سمت چپ میشه پی بی. حالا پی آ هم سر خودش بمونه. پی آ مساوی است با 56 سر جای خودش بمونه. خب عدد جرمی آ رو ببریم اینور میشه آی آ منفی. خب شما پی بی منهای پی آ رو چند آوردی بچه‌ها؟ آوردی 4 مساوی است با 56 منهای عدد جرمی آ. حالا عدد جرمی آ رو بخوای پیدا کنی، حالا میارم سمت چپ 56 سر جای خودش بمونه 4 رو بیارم اینور میشه منهای 4. عدد جرمی آ چند میشه بچه‌ها؟ 52. طولانی شد نه؟ خیلی طولانی شد. بیا یه فرمول میانبر بهت بگم. ببین اول تو باید اختلاف پروتون ها رو به دست بیاری. چجوری؟ میگم قد مطلق اختلاف بارها. شما اول اختلاف بارها رو به دست بیار. خب حالا فرق نمیکنه شما اول کدومو بنویسی. مثلا بنویسی چون گفتی اختلاف باید منها کنی دیگه. 3 منهای منفی 1 قد مطلقش میاد 4. فرقی هم نداره. شما بنویس 1 منهای منفی 3 باز چند میاد؟ 4 میاد. پس فرق نمیکنه کدوم بار از کدوم بار کم کنی. به هر حال اختلاف بارت 4 میاد. کم میکنیم 4 میاد.
یعنی الان جرم آ با جرم ب چیه؟ 4 واحد اختلاف داره. منتها 4 واحد اختلاف داره یعنی 4 واحد بیشتره یا 4 واحد کمتره. میگیم اونی که مثبت تر است جرم بیشتری دارد. حالا چون این BS مثبت تره، خب بارش جرمش بیشتره، پس آ باید جرم کمتری داشته باشد. چقدر کمتر باشه؟ 4 واحد. پس می نویسم 56 منهای چند؟ 4 میشه 52 که به دست آوردیم. پس ببین تستی آسان تر شد. شما اختلاف بار رو اختلاف پروتون رو به دست میاری که همون میشه اختلاف بار دیگه که شد 4. بعد میگیم اینا دوتا یعنی ماده یا حالا بگیم یون آ و یون ب 4 واحد جرمشون اختلاف داره. یعنی این آیمن یا 4 واحد جرمش سنگین تره که باید می بود 60 یا 4 واحد جرمش سبکتره که میشه 52. حالا از کجا بدونم 52 یا 60؟ میگیم اون یون مثبت تر جرمش بیشتره. خب یون مثبت تر BS مثبت منه، پس این جرمش بیشتره، پس آ باید کمتر باشد. چقدر؟ 4 واحد. خب پس 56 4 واحد کمتر میشه 52. تستیش خیلی آسان تر. سوال بعدی میگه اگه تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها این باشه شما برای من عدد اتم رو پیدا کن. باز من هم تستی میگم هم تشریحی. خب تستی که خیلی آسون میشه دیگه. ما گفتیم عدد جرمی که 31 منهای اختلاف که خودش گفته 2، چون الکترون گفته باید بنویسم به اضافه بار با علامت که میشه همون منهای 3 دوم. درسته؟ ایشون میشه 20 چند بچه‌ها؟ 6 دوم. درسته؟ 26 دوم هم که میشه همون 13. اینجوری نمیشه بچه‌ها؟ منهای 5. بله دیگه 26 دوم. بریم روش تشریحش هم حالا با هم حل کنیم. بعد میگه که خب اون 31 چیه منه؟ عدد جرمیه دیگه ها. پروتون با نوترون شده 31. اختلاف نوترون هم با الکترون گفته که 2. باز شما باید بیای الکترون پیدا کنیم. بگی پروتون منهای بار با علامت که میشه پی به اضافه 3. بعد باید متغیر عوض کنی. n منهای پی به اضافه 3 شده 2. این منها رو تو این دوتا تأثیر میدی. n منهای پی منهای 3 شده 2. بعد n منهای پی مساوی چنده بچه ها؟ 5. منهای 3 هم رو مثبت 3 جمع میشه. میای با پی به اضافه n که شده 31 یکش افتاده با n منهای پی 5 تشکیل دستگاه میدیم. بعد یکیشو تو منفی ضربش میکنیم. این پایینه رو باز منفی مثبت منفی. بعد اینا حذف میشن. پی با پی میشه 2 تا پی. 31 منهای 5 میشه 26. پی من میشه باز همون عدد 13. درسته؟ سون بود. سوال آخر سوال به شدت چالشی اما با دقت میتونیم حلش کنیم. میگه اگه تعداد الکترون های x مثبت n منهای 2 برابر تعداد نوترون های e n باشد تعداد نوترون ها اینو به دست بیار. چی شد؟ چی میگه؟ ببین تو اینجا کاری رو که میگه انجام بده. الکترون های اینو پیدا کن. میخوام الکترون های x رو به دست بیارم. عدد اتمیش که n منهای 2 منهای بار با علامت. الکترون x میشه n منهای 5. اینو به دست آوردم. نوترون های اینم میخواد. شما بخواید نوترون اینو پیدا کنی باید بگی عدد جرمی که اینجا n منهای عدد اتمی که m. خب گفته اینا چند برابر همن؟ 2 برابر. بیا این کار انجام بدیم. میگه الکترون های x 2 برابر نوترون کیه بچه ها؟ ایه. من نوترون فارسی می نویسم که با اون n عدد جرمی قاطی نشه. خب قرار میدم الکترون x آوردم چقدر؟ n منهای 5 مساوی است با 2 تا n منهای m. بیا این عبارت ساده کنیم. n منهای 5 مساوی است با 2 تا n منهای 2 تا m. درست؟ جاشون عوض میکنم. میگم آقا n سر جاش بمونه. منهای 2n 2m بیاد این ور بشه منها. 2m هم بیاد میشه مثبت 2m.
5 بره اون ور که حاصل من مثبت بشه، میشه مثبت 5. اینجا هم جمع بزنم میتونم بگم 2 تا m منهای n 5 میشه. جای m و n هم عوض کردم خوشگل دیده بشه. 2m منهای m 5. یه دونه عبارت اینجا به دست آوردم. درسته؟ میگه نوترون های اینو برای من حساب کن. بخوای نوترونش رو پیدا کنی بنویسم نوترون Z. باید بگی عدد جرمی منهای عدد اتمی. عدد جرمیش 4m منهای 1. منهای عدد اتمیش 2n به اضافه 2. این منها رو تاثیر بده به پارانتز، میشه 4m منهای 1 منهای 2n منهای 2. حالا 4m منهای 2n منهای 3 از 2 فاکتور بگیر، میشه 2 تا 2m منهای n. این m خوشگل بنویسم، منهای n پارانتز بسته منهای 3. آقا تو 2m منهای n رو داری دیگه. چنده بچه ها؟ هایلایت کردم 5. بیا به جاش 5 بنویس. 2 در 5 منهای 3. 2 5 تا 10 تا 10 منهای 3 7. تعداد نوترون های ضد 4m منهای 1 نمیدونم حالا 2n به اضافه 2 تا هم که حالا پروتون داشت میشه 7. این 7 تا نوترون داره.